مردم ملتتان آگاه نمیکنه که مرتکب گناه ها میشه، تظاهرات میکنه، مردم از خواب و خورش میکشه، اذیت میده مردم. این بیانش سریکیست و جناب علما و احادیث پیغمبر برای کی آمده؟ این بحث برای کی است؟ چرا مسجد من نمیکنه؟ اهالی من نمیکنه؟ مدیر صاحب، وزیر معارف، کرزی صاحب، پارلمان صاحب، که تو میگی که من زندگی موافق قانون اسلام است، در کدام کتاب معاف میکنی نماز؟ پیغمبر علیه السلام میگه مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. اولادتان در 7 سالگی امر بکنه به نماز خواندن. تا که دهنی خود واس کردیم امریکا امریکا الا از گشنگی مردیم. او مومن استی یا نه؟ به الله عقیده داری یا نه؟ ای ملت غیرتی، ای ملت مومن، ای ملت مومن، ما وجودم دو کف میشه که کافر موزه خطبای که دین نمیشناسه بیا حفاظت تو را بگیر بکنه، امنیتی تو را بگیر. ای مومن که بلا اجازه، بلا درنگ، نه آگاه در شب خواب قطع سیاسر در بستر خواب اولیفتا امی کافر بالا کنه. از این که در عذابی بزرگ دیگه هست. بگای مردم جناب محترم، تو دختریتم بی حیا ساختی، تو زنیتم بی حیا ساختی، دموتر شاندی، خنده و مزا کست ماندی، طرف قرغه رفتی. او قرآن برات میگه و قرن فی بیوتکن، با زن تا که ضرورت از نگاه ضرورت شرعی برش حاصل نشوه مرکزش جایش خانه است. و دعوای ایمان که میکنی که دعوای محبت ایمان داری برادر مؤمنم، چی جواب داری؟ با او اللهی که تو را پیدا کرده و تو را همین نعمت داده، موترم برات داده، زندگیم برات داده، چقدر عبادتی الله تبارک و تعالی را کرده ای.